افتخار این رو داریم که در خدمت شما هستیم و در جمع دانشجویان شرکت کننده در طرح ضیافت اندیشه قرار هستش که با موضوع عیسی به دین خود، موسی به دین خود در محضر استاد گرانقدر و کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین سرلک که چهره آشنایی برای همه شما بینندگان هست در خدمت ایشون باشیم. سین سلام سلامون علیکم. بحث داغ تریبون آزاد امروز موسی به دین خود و عیسی به دین خود. یه خورده نرمترش رو میخوام بهت بگم، هر کسی کار خودش بار خودش. یه هوا نرمترش رو اگه باز بخوام بگم، نظر من چیه؟ نظر تو چیه؟ باز اگه بخوام یه خورده دیگه نرمترش کنم، دیگه از کلام خارج میشه، میره تو خط فیرینی دیگه. اون موقع دست و پاس که باید حرکت کنه، بده دیدریش کن دستم. اصلا چرا من بگم شماها بگید بینم چی میگید. به نظر من عیسی به دین خود، موسی به دین خود یه جورایی میخواد وحدت ادیان رو از بین ببره، یه جورایی آرمان‌هایی از سکولاریسم و اومانیسم رو در خودش داره این جمله. احسنت. آره یه جورایی راشیتیسم هم داره، اگه نداشته باشه ایشالا که روماتیسم بگیره. بسیاری دیگه از مکاتب دیگه هم هستن که از همین جاها شروع شدند: گاگولیسم، کتفنگیزم، شنگولیزم، اسکولیزم، جولیزم. دقیقا میفرمایید؟ یه جورایی نفره بعدی. به نظر من این جمله عیسی به دین خود، موسی به دین خود شاید از طرف غرب یه جورایی توی جامعه ما جا افتاده شده باشه، مثل که از همون مساقای جنگ نرم باشه. قابل توجهی خانوما، مادر بزرگ منم 50 سال پیش خیلی از این جمله عیسی به دین خود و موسی به دین خود استفاده میکرد. الان که فکر میکنم ایشون هم از عوامل غرب و استکبار جهانی بوده. اصلا ایشون تو خانواده ما نفوذی بوده. اتفاقا پدر بزرگ پیر منم لپای خیلی نرمی داشت که این نشون میده ایشون از شروع کننده های جنگ نرم بوده به مصداق جنگ نرم. اتفاقا میخوام باید در اولین فرصت آدرس قبر مادر بزرگ و پدر بزرگمو بدم به این برا بچه های وزارت اطلاعات که برن دستگیرشون کنن. همونجوری که حضرت استاد فرمودن، حالا هر کی حالا کار خودش بار خودش، یه جور مسئولیت پذیریه به نظر من تو حالا جامعه یا خانواده. فکر میکنم که درست میفرمایید. هر کسی کار خودش بار خودش، آتیش بند بار خودش، هر کسی عشق خودش مال خودش، دل و سازار خودش. بخشید، میخواستم بگم که کسی که از این کلام استفاده میکنه تا کجاها ممکنه از اوج قله ولایت سقوط کنه، با دست و پا بیفته زمین بشکنه. نفر بعدی باش. این اصطلاحی که ما میگیم موسی به دین خود، عیسی به دین خود، یه اصطلاحیه که یک بار معنایی خیلی بزرگی داره. زمانی که معمولاً ما دنبال آپ تو دیت کردن وسایل خونمون میریم، نمیدونم شیک کردن وسایل، نمیدونم به روز رسونی همه اطلاعاتمون میریم، به غیر از دینمون. آپ تو دیت؟ من در اینجا میخواستم از تلاش‌های گسترده شما برای وارد کردن کلمه آپ تو دیت تو جملتون کمال قدردانی رو بکنم. اگه شما این کلمه رو وارد نمی‌کردین، هیچکی نمیفهمید که این برنامه تریبون آزاده. فکر می‌کردن زبونتون هم موش خورده. اصلا یه فردی خیلی عادی فقط یه نماز نمیخونه، ولی ممکنه همین نماز نخوندنش باعث بشه به یه جاهایی برسه که دیگه اصلا به یه فرد ضد اسلام، اصلا ضد یه فردی که اصلا فرهنگ شهرنشینی رو حتی نداره درست بشه. فرهنگ شهرنشینی من ربط این داستان نفهمیدم، ولی خب شما گفتید نماز نخوندن. بنده نفر میشناسم که فقط حاضر نشد تو مراسم استقبال مقام عظما تو قم شرکت کنه و تمام زیر چشارش کبود شد، چند تا استخونش درجا پکید، از دانشگاه هم اخراج شد. همین الان گوشه زندان افتاده بدبخت. پس کسایی که تو این دانشگاه تو همین تریبون آزاد شرکت نکردن، همین بلا ممکنه سرشون بیاد و پس حرفشون اینه که عیسی به دین خود، موسی به دین خود و بنابراین احتمال زیاد همین بلا سرشون خواهد اومد و
حاجی لکلک، من میگم درست جمهوری اسلامی اومده تریبون آزاد واسمون گذاشته، ولی ما نباید سوء استفاده کنیم و دامن ولایت رو ول کنیم. به نظر من عیسی و موسی و ماتیلدا و آزیتا و ساناز و نجمه و جواد و خود شما و حشمت و هیبت و غلام و نصرت و همه دین ولایت، میخوای بخوای نمیخوای به مصداق جنگ نرم برده کشت میکنم.